با هر دم و بازدم جهانی از معنا در دل انسان گشوده می شود. اگر چشم جان اندکی آهسته تر ببیند و گوش روح کمی آرامتر بشنود، حضور خداوند در لحظه لحظه زندگی روشن‌تر از هر پرتو نور آشکار می گردد. شکرگزاری از این حضور تنها مجموعه‌ای از واژه‌ها نیست، بلکه حرکتی نرم در درون است. حرکتی که از ذهن آغاز می شود، به قلب می رسد و سپس همه وجود را در آغوشی از آرامش فرو می برد. اکنون دعوت می شوی تا آهسته در این مسیر قدم بگذاری و اجازه دهی نسیمی از یاد خدا وجودت را لمس کند. در آغاز خود را در سکوتی ملایم تصور کن. سکوتی زنده که در آن هیچ فشار و انتظاری نیست. در این سکوت توجهت را به قلبت هدیه بده، جایی که احساساتت خانه دارند و زمزمه‌های آرام شکرگزاری می‌خواهند شنیده شوند. خداوند نزدیکتر از هر فکر، همراهتر از هر همراه و مهربانتر از هر مهربانی است. همین نزدیکی خود نعمتی است که اگر تنها لحظه‌ای به آن آگاه شوی، موجی از آرامش در ژرفای وجودت شکل می‌گیرد. اکنون به گذشته چشم بدوز، اما نه برای غمگین شدن یا بازخوانی رنج‌ها. گذشته را بنگر برای آنچه در آن رشد کرده‌ای، برای لحظاتی که خداوند دستت را گرفته و تو حتی متوجه نشده‌ای، برای مسیری که با وجود پیچیدگی‌ها تو را به اینجا رسانده است. هر قدمی که برداشته‌ای به نوعی هدایت الهی را با خود داشته و امروز فرصتی است برای دیدن این هدایت با چشمانی باز. وقتی میپذیری که هیچ لحظه‌ای بی حضور خداوند نیست، قلبت به تدریج نرم می شود و شکرگزاری همچون چشمه‌ای جاری در آن به حرکت می افتد. با هر نفسی که می کشی، نشانه‌ای از رحمت خداوند در درونت جریان دارد. این نفس‌ها تو را زنده نگه داشته‌اند، تو را حرکت داده‌اند و تو را قادر کرده‌اند تا زیبایی‌های جهان را تجربه کنی. چه نعمت بزرگی است که بتوانی آسمان را ببینی، صدای انسان‌های دوست داشتنی را بشنوی، طعم خوراکی‌ها را احساس کنی و لمس دنیای پیرامون را درک نمایی. این نعمت‌ها شاید در ظاهر ساده باشند، اما اصل بزرگی در دل دارند. خداوند این توانایی‌ها را به تو بخشیده تا زندگی را نه فقط طی کنی، بلکه با معنا و حضور تجربه نمایی. اجازه بده اکنون توجهت را به نعمت‌هایی ببری که کمتر به آنها اندیشیده‌ای. نعمت امنیت، نعمت دانستن، نعمت آموختن، نعمت امید و حتی نعمت تردید. هر کدام از اینها تو را در مسیری یاری داده‌اند که رشد کنی و به انسان بهتری تبدیل شوی. خداوند در پشت پرده هر تجربه‌ای هدیه‌ای پنهان گذاشته است. کافی است پرده را با آرامش کنار بزنی تا جلوه‌ای از لطف او را ببینی. این شناخت قلب را به سپاس عمیق و ماندگار نزدیک می‌کند. برای لحظاتی به روابط زندگیت فکر کن، به انسان‌هایی که حضورشان برکت بوده‌اند، به لبخندی که از کسی گرفته‌ای، به آغوشی که آرامت کرده، به دوستی که راهنمایت شده و حتی به کسی که رفتن او درسی مهم به تو آموخته است. همه این روابط چه شیرین چه دشوار بخشی از طرح الهی برای رشد تو بوده‌اند. خداوند با دقتی بی‌پایان انسانها را در مسیر هم قرار می‌دهد تا قلوبشان روشن‌تر شود و مسیر معنوی خود را بشناسند. شکرگزاری از این روابط انرژی تازه‌ای را وارد زندگی می‌کند و نگاهت را نسبت به جهان نرمتر و لطیفتر می‌سازد. اکنون لحظه‌ای به درونی‌ترین بخش وجودت بازگرد و نگاهی مهربانانه به خودت بیفکن. به تلاشت، به امیدت، به زخمهایت و به شجاعتی که در عبور از سختی‌ها نشان داده ای. خداوند تو را با توانایی‌هایی آفریده که شاید همه آنها را هنوز نشناخته ای. شکرگزاری می‌تواند دروازه‌ای باشد برای کشف این توانایی‌ها، برای روشن شدن استعدادهایی که در سکوت درون تو منتظر شکوفایی‌اند. خداوند تو را بی دلیل به این جهان نیاورده است. وجود تو هدف دارد، معنا دارد و جایگاه ویژه‌ای در طرح بزرگ آفرینش دارد. در این آرامش میانی لحظه‌ای به جریان نرم حضور الهی در زندگی خود گوش بسپار.
هر احساسی که اکنون در قلبت شکل می‌گیرد، می‌تواند پلی باشد میان تو و نوری که خداوند در مسیرت قرار داده است. با پذیرفتن این لحظه، آگاهی تو گسترده‌تر می‌شود و روح در سکوتی روشن معنای تازه‌ای از همراهی و مهربانی الهی را تجربه می‌کند. در این مسیر آرام، لحظه‌ای بنندیش که چه هدیه‌ای ارزشمندتر از توان توبه، توان شروع دوباره و توان بخشیدن وجود دارد. خداوند راه بازگشت را همیشه برای تو روشن نگه داشته است. حتی اگر خطا کرده باشی، حتی اگر احساس دوری کرده باشی، حتی اگر فکر کرده باشی که راهت را گم کرده ای، باز هم دری از سوی او گشوده است. این دری از عشق و پذیرش است. شکرگزاری از چنین محبتی قلب را سرشار از امید می کند و زندگی را روشن‌تر نشان می دهد. آرام آرام ذهنت را به لحظه اکنون بیار. اکنونی که در آن نشسته ای، می‌خوانی، گوش می‌دهی و وجودت را با یاد خداوند نوازش می‌کنی. این لحظه نعمتی است که هرگز تکرار نمی‌شود و در همین یکتایی ارزشمند است. حضور خداوند در این لحظه همان چیزی است که آرامش را کامل می‌کند. وقتی شکرگزاری در اکنون شکل می‌گیرد، گذشته التیام می‌یابد و آینده روشن‌تر به نظر می‌رسد. زندگی معنای عمیق‌تر پیدا می‌کند و قلبت با نوری لطیف احاطه می‌شود. اکنون اجازه بده امید در وجودت جوانه بزند، امیدی که نه از توقعات بیرونی بلکه از اعتماد به خداوند سرچشمه می‌گیرد. این امید تو را در مسیر فرداها نگه می‌دارد و کمک می‌کند حتی در زمانهای دشوار نور نهفته در دل تاریکی را ببینی. خداوند منبع بی‌پایان انرژی و شفاست. وقتی به او تکیه می‌کنی، حتی قدم‌های کوچک نیز قدرت بزرگ پیدا می‌کند. این امید با شکرگزاری آمیخته می‌شود و درونت را گرم و روشن نگه می‌دارد. در پایان قلبت را همچون دشتی باز تصور کن. دشتی که آفتاب مهربانی خداوند بر آن تابیده و نسیم الهام بخش سپاسگزاری بر آن می‌وزد. این دشت اکنون آماده است تا بذرهای آرامش، آگاهی، عشق و ارتباط الهی را در خود نگه دارد. هر بار که به این حالت بازگردی، قدرتی تازه در تو شکل می‌گیرد و روحت به نور الهی نزدیکتر می‌شود. خداوند یگانه است و حضور او در زندگی تو سرچشمه‌ای از نیرو و آرامش است که هرگز پایان نمی‌پذیرد. اگر این لحظات برایت دلنشین بود و احساس کردی که این مسیر آرامش و آگاهی می‌تواند ادامه داشته باشد، دعوت می‌شوی که در کنار ما در کانال گادزوان حضور داشته باشی. آنجا ویدئوهایی در انتظار توست که هر کدام مانند نوری آرام تو را به یاد خداوند نزدیکتر می‌کنند و جریان معنوی درونت را تقویت می‌سازند. برای اینکه هیچ کدام از این لحظات الهام بخش را از دست ندهی، کانال را سابسکرایب کن و زنگوله را فعال کن تا هر بار که ویدئوی تازه منتشر شد، آرامش تازه به سوی تو فراخوانده شود. مسیر معنوی تو ادامه دارد و خداوند در هر گام همراه توست. با قلبی سپاسگزار و ذهن آرام می توانی این راه روشن را با امید، انرژی و نیروی الهی ادامه دهی.